چون دیروز با یکی صحبت میکردم، ازم پرسید گفت به نظرت ایران هیچ وقت درست میشه؟ گفتم راستش بخوای به نظر من نه، به خاطر اینکه اگه چیزی بخواد درست بشه حداقل 3 تا جنریشن باید طول بکشه و من فکر نمی‌کنم هیچ الان بر اساس چه منطقی اینو میگی؟ اتکون در آوردی این عدد رو ارقام؟ خب تو فکر می‌کنی چند تا جنریشن طول میکشه یک کشور درست شه اگه بخوای تغییر توش ایجاد بدی؟ آخه حدوداً داری درست میگی، بر اساس مقاله‌ای که من خوندم داری حدوداً، میخوام همین برام جالب که اتکونت به این عدد رسید. آره از کونم، ولی خب مثلا فکر کردم دیدم خب مثلا الان من مثلا میخوام کانادا رو اسلامی کنم، میام تو مدرسه اسلام رو راه میندازم، خب من که آدم نمیشم، مام بزرگ منم که آدم نمیشه، بابای منم که آدم نمیشه، پس فقط بچه من آدم میشه. بعد بچه من 80% مثلا اسلامی میشن، 20% اسلامی نمیشن. بعد جنریشن بعدی که موموکوین بچه دار بشن، اونا به بچه‌هاشون تو خونم اسلام یاد میدن، تو مدرسه هم یاد میگیرن. بعد جنریشن بعدی دیگه مثلا میشه برو رو 90 همه دیگه توی چیزی شدن. من روی این حساب فکر کنم که تو 3 تا جنریشن باید بره تا چیزی رو بهتر کنی. Subscribe